السلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. رحمت برای لایکاتان، رحمت برای پرسماتراتان. کانال ما دستگیری کنید. دستگیری شما پیشروی ما است. امروز ما در ویدیو به شما یک نمود پیچنی آسان تیار میکنیم. محصولاتش به ما لازم است. من نیم پاچکه رازرخ ریتیل، یعنی 5 گرم رازرخ ریتیل من با ارد همراه کردم. من دخترها به بالای 200 گرم ماسکه نقص کرده ریزانک میکنیم. من ارد ریزانک کرده شدم. به بالای 200 میلی گرم کیفیر همراه کردم، یا سمیتانه یا کیفیر. من کیفیر همراه کردم دخترها. به بالایش من یک دانه تخم همراه کردم. من دخترها خمیری ما تیار شد. من زوالچامه به 6 قسم تقسیم کردم. هر یکش من همتیر میکشاییم. من همین طرف کشاده. در اینجا دخترها من 100 گرم ماسکه به ارد ریزانک کرده. این برای قبطش من میتر ریزانک میکنیم. اگر ریزانکی کرده همایا با قبطی من پیچنی میچاشیم. من میتر میچاشیم دخترها. من همینطور میچاشیم. با بالای ریزانک با شکر میچاشیم. من 200 گرم شکره به 6 زوالچه تقسیم کردم. یعنی من همینطور میچاشیم. من همینطور دخترها شکرامه میچاشیم. من چاشتم شکر غف سکک میچاشید برای آنکه در خمیره شکرش نیست پیچنی بیمزم بیاد. برای همین شکلش همینطور غف سکک میچاشیم. مثل خمیر سمبوسه همینطور پیچانده. من همینطور میپیچانیم دخترها. سخت میپیچانیم که همون ریزانکاش با بیرون بنبرد.
Mana دخترا ana mintar pechanda va bolash man یک دانه زردی تخمه به همین زوالچا تقسیم کرده یعنی یک دانه تخمه بهش مالدم زردی سفیدچی aralashkira ne bolash va ne mintar میمالیم mana دخترama ana mintar یک دانه تخمه با بالای 6 تا همین زوالچه ها ana mintar میمالیم mana man listama pergamentni bumagay manda ana mintar man buridam mana ana mintar میبریم دخترام من به این نمودش به رویش مخ چاشیدم با مخ چاشید با نمودش با دیگه خیلتر میشد من برای همین من مخ چاشیدم به این نمودش دخترام من به اینشم ریزانک چاشیده به اینش کمتر چوماق هم aydıkları با همراه کرم ریزانک چوماق و شکر همراه کرم من ana mintar چاشیده ana من مثلی پیشینش با پیچلک کرم با میبرید اینشم mintar من دخترها پیچنی ما تیار شد حتما تیار کنید به نزدیکان خودتان خیلی به مزه بیاد مرحمت دخترها من امروز سمبوس دخترها در اینجا من سمبوسه کردم خواستم در ویدیو کمتر نشان دهم خمیرش من نشان دادم نه کسانی میخواهند خمیری سمبوسه به کامنتاری ها حتما نویسید من تیار میکنم من میتونم از سمبوسه پیچانده ایستادم برای ویدیو هم دورو دراز نشدنش من این ویدیوشو نشان دادم نه سمبوسه اگر خواهید مرحمت با من نشان بدیم به خمیرش من آب نمک رزرخ ریتل یک دانه تخم استفاده بردم دخترها حتما آماده کنید من چقدر خوشروم بیاد سمبوسه تا آخری نوار با ما باشید من زوالچه همیشه کشاده شدم من یکتا به یکتا اکنون پیچاند استادم من بدرینی پیالچه یعنی مانده پیچانداسیم برای که سمبوسه با سال بقیچه خوشروم بیاد حتما تیار کنید دخترها من همینطور من تیار میکنم پرشما کارتوشکا پیاز گوشت
دخترها من سمبوسی ما چقدر خوش رو آمد ورق آمد. حتما تیار کنید پشیمان نمیشوید. کانال ما دخترها دستگیری کنید. دستگیری شما پیشروی ما است. در اینجا دخترها امروز من سمبوسه پیچانی و کلچه با مزه تیار کردم. خواستم به شما کمتر باشد هم نشان دهم. من همش من تیار کرده شدم. من همش با مزه آمد. حتما تیار کنید دخترها. همه ریسیپت ها در کانال ما است. کانال ما دستگیری کردن فراموش نکنید. لایک های خود در این ندارید. خیر در پناه